پدر و مادر باید در مسئله هایی که خداوند اینها را مقصد امکانیت نداده است، اینها هم باید که هیچ وقت از پیش خود کاری نکنند و فرزند حق دارد که بگه پدری مادری دعا میکنی، آقا میکنی، پیشو میکنی، هر چی میکنی، من همین سخنی تو را قبول ندارم. اگر حاضر همین دختر از من هم باشه دلاور، این شریعت ای. من یک نفری را یافتم که گفتی شما حافظ قرآن ای، همه شرایط داره، لیکن دختری من و قبول نداره، بگه پدر من قبول ندارم، من حق ندارم که بگم بچه‌م از همین روز اعتبارات دیگه فرزندی من نیستی. اگرچه انا همین چیز گویا میان فرزندای ما را شکستگی انا همین است که شیر من هم میبخشمت، شیر من هم میبخشمت، تو عقل نداری. این خیلی گفتن در کار نیست.